حالا قبول، 1 ماه 2 ماه نه 6 ماه بزن تو سر خودت، ناراحت باش، ولی تهش 2 را بیشتر نداری. وقتی به هر علتی سر از این موقعیت ها که حالا من معمولا بهش میگم درهای زندگی، سر از این جور جاها که در میاریم سقوط میکنیم، یا میافتیم تو باطلاق یا میافتیم روی یه ترامپولین. تو باطلاق اگر بیافتیم مدت ها توش گیر میکنیم و شاید تا آخر عمر، یا اگر روی ترامپولین بیافتیم به بالا رفتن ما تو زندگی سرعت بیشتری هم میده. چی اون کف باشه برمیگرده به خودت که چطوری به این قضیه نگاه کنی. یه تجربه بود، اینا رو یاد گرفتم، میتونم بهتر عمل بکنم یا نه مثلا تموم شد دیگه، هیچی درست نمیشه، بدبخت شدم رفت. همش به خودت برمیگرده. حالا اونو برش کن، اینجا رو دقت کن. ببین انتخابش با خودته، ترامپولین میخوای یا باطلاق.